شد اولین مأموریت جدی رستم دستان. میخوام یه فلاش بک بزنیم چند سال قبل، وقتی رستم نوجوان بود. زال گفت یه مأموریت دارم برات. رستم عشق کرد، احساس بزرگی کرد. یس، مأموریت. زال گفت میخوام عملیات انتقام جد بزرگمون، پدر بزرگت سام، یعنی جناب نریمان رو بهت بسپرم. چیه ماجرا؟ یه کوهیه به اسم کوه سپند. بتاز و برو اونجا. یکی کوه بینی سرندر سحاب، یه کوه سر به ابر کشیده جلوت میبینی. یه 4 فرسنگ که بری بالا، یه سرزمینی میبینی پر از سبزی و آب. همه جور نعمتی که بگی داخل این سرزمین هست. طوری که آدماش اصلا از بیرون اون دژ بی‌نیازن. هیچ کس هم به داخلش راه نمیدن. حکومت هیچ کس هم قبول نمیکنن. نه مالیات میدن، خراج میدن، نمیدونم معامله میکنن. هیچ ارتباطی ندارن با بیرون. داستان اینه که شاه آفریدون جد بزرگت نریمان رو میفرسته سمت این سرزمین که آقا جمهوری خودمختار نداریم که، همه عضو یک کشوریم. هم بذارید مردم دیگه هم محصولات شما بهره مند بشن، هم مالیات اینا باید بدید. خلاص از این صحبت‌ها رو مخ فریدون بوده ظاهرا. نریمان سپاهشو برمی‌داره میره دم دروازه این دژ، این سرزمین. آقا اینا هم گستاخی میکنن و نه تنها راش نمیدن که رو شمشیرم میکشن. هر راهی هم بگی امتحان میکنه ولی نمیتونه وارد این دژ بشه. تا بعد یه سالم سرانجام سنگی بیانداختند، جهان را ز پهلو بپرداختند. یه سنگ انداختن، پهلوان نریمانو لهش کردن مرد. خبر به پسرش سام میرسه، سام نریمان با بزرگی رستم. دوباره سامم چند سال پشت این دژ نشست، یه راهی پیدا کنه پاشه بره اون تو. حالا جالب این که تو این چند سالی که سام پشت در بود، ز دروازه در یکی تن برون نیامد، همه‌دون نرفتن درون. اینقدر اینا بی‌نیاز بودن از بیرون که سام پشت در بود، این دره اصلا باز نشد. حالا زال به رستم میگه تو که با یه ضرب فیل از پا میندازی، برو انتقام نریمانو بگیر و این سرزمینو فتح کن. این شد اولین مأموریت جدی رستم دستان. رستم رفت پشت صخره‌ها قایم شد، روبروی این دروازه. یه چند روز این دروازه رو زیر نظر گرفت. دید فقط یه جنسه که وارد این دژ میشه. فقط یه جنس. یه یارو هر چند وقت یه بار یه کاروان شتر با کلی بار و اینا راه میندازه میره توی این دژ، بعد بدون بار برمیگرده میره. یه بار وایساد یه گوشه. این یارو شتربانه که رفت و بارشو خالی کرد، سر یه گردنه خفتش کرد. بگو ببینم چی بردی اون تو؟ ساربان، فکر می‌کنید چی بود؟ گفت نمک آقا، نمک. چرا نمک؟ که بار نمک هست آنجا عزیز، به قیمت از آن به ندارند چیز. آقا اینا همه جور نعمتی داشتن غیر از نمک. رستم نیاز اینا رو فهمید. لباس ساربونو پوشید، به بچه‌های سپاهی که با خودش آورده بود گفت برید تو بار قایم بشید، کنار نمک‌ها بخوابید. این سیبیل کلفتا هم مثل یه گوله نمک رفتن خوابیدن، پارچه کشیدن به خودشون. گفت اومد سمتتون بگید ما نمکیم، هر خندیدیم. آقا رستم کاروان رو انداخت. رسید و زکه دیدبانش بدید. رستم گفت برو پیش فرماندت، چون این گویش از گفت ما و یک به یک که در بارشان هست یک سر نمک. سرباز بدبختم اسم نمکو شنید، خیالش راحت شد و برگشت. دروازه که باز میشد، نیش رستم هم همینجوری باز و بازتر میشد. کاری که اجدادش با جنگ و زور موفق نشده بودن، اون با زیرکی و تدبیر تونسته بود انجام بده. اینجاست که دو رگ بودنش، رگ ضحاک داشتنش با رگ پهلوانی داشتنش خودشو نشون میده. آقا رفت وسط بازار، ملت دیدنش خوشحال شدن، ریختن سرش، چه از خرد کودک چه از مرد و زن. رستم هم همچین تو نقشش فرو رفته بود، وایساده بود به کاسبی. یکی داد جامه، یکی زر و سیم، خریدن تو بردن بی ترس و بیم. نمک‌ها رو فروخت. هوا که تاریک شد، پارچه‌ها رو زد کنار، گرزدارا ریختن بیرون. فرمانده نظامیای دژ اینا رو دید. آژیر خطر به صدا در اومد. سربازا رو به خط کرد و حمله. خودش براویخت با رستم نامدار. رستم هم تازه فیل کشته بود، دستش گرم، زارت یکی گرز زد بر سرش که زیر زمین شد تو گفتی سرش. یه جور زد یارو رفت تو زمین. آقا اینا تا صبح جنگیدن. بچه‌ها رستم زدن، همه رو لتو پار کردن. رستم چشش به یه بنا افتاد. یه بنای عجیب غریب و متفاوت با بناهای دیگه شهر. ساخته شده از سنگ خارا، یه جور مهندسی ساخته بودن که هیچی راه نفوذ به این بنا، به این ساختمون نبود. رستم نوجوان ما رفت دم در وایساد، بزد گرز و افکند در راز جای. درو از جایش در آورد، گذاشت کنار، رفت توی ساختمون، چشاش 4 تا شد. دید به دینار سر تا سر انباشته و بالاخره رستم کار اجدادشو تموم کرد و این مأموریت رو به پایان رسوند و انتقام خون جدش نریمان رو گرفت.